السلام علیکم بینندگان عزیز، ما به شما تعلیم میدیم گفولت پیتزا بروچین، یعنی پیتزا بروچینی خردکه که پیچانده شده با گوشت مرغ و پیاز. میبینید که به چه شکل آماده کرده می شود. البته خمیر همون خمیر است، تقریبا 250 گرم یا 150 گرم یا 180 گرم. سان کمی آرد میزنیم. باید که این را شکل دراز مانند تناب کرد، یعنی این خیال. در این البته پیتزا سوزا لازم نیست، فقط کمی سیر میکنیم و گوشت و پیاز رو میچینیم به همین شکل. با پیاز خیلی خوشمزه می شود. و در آخر یعنی سیر سیری ما تمام شد. برای خوشمزه شدنش از سیرهای دیگر باید استفاده کرد. این خیلی کم کم می گذاریم. تمام. این رو به همین مانند میپیچونیم. باور کنید از خوردنش سیر نمیشه. قد خوشمزه است. وقتی یاد گرفتید فقط همین خیلی میکنید. کار قینم نیست یاد گرفتنش. وقتی که ببریم یعنی از بینش به این طور، بعد از اینجا و از اینجا، بازم از وسطش و اینها، یعنی همش یک اندازه میباید. تمام. چیکار میکنیم؟ اینها را یک یک در لیست میچینیم. البته باید لیست رو روغن کرد تا که نچسبد. تمام. برای نسوختنش از این سیر در بالایش میگذاریم تا که بالایش نسوزد. تمام. 10 دقیقه یا تو 15 دقیقه. اینو ببینید چقدر خوب پخته شده است. وای، اینقدر گرم است.
این بود پیتزا بروچینی ما.